پرتو واچوا لسلکه لسلکه. فارسیوانای ما بازدهی جا خوب است. و چی میگه؟ یک چیزی خب پرتو 10,000 که در دستمال انداخته باشی آلی لاف میزنه که دامادی ما 10,000 انداخته. باز پس همون چی میکنه؟ جیز میکنه برای دختری خود. قرآن کریم درسای عظیم برای ما بیده. این اوریدو ما اراده دارم من که حکا بنیکا بدم تو را احده ابنتای یکی از دو دختره هاتینی که نمیاس حالا انت اجورنی بی در مقابل یکی تو نوکری کنی امرای ما 8 حجج 8 سال فاین اتممت 10 نگر داره پورا کدی فمن عندك و کاری توسته جان مردی توسته و ما اریدو ان اشقه ارادم ندارم که سختی تکلیف بندازم علیک بالای تو ستجدونی ان شاء الله من الصالحین زود است که تو مرا ببینی از جمله کسایی که چقدر چیسته صالح باشم که زندگی تو چقدر است من حیث نوکر نه من حیث چی؟ یک پاچا تو اینجا زندگی بکنی چطور نباشه شخصیتی که همینطور دخترای هوشیار و چی عقلمند و هوشمند داشته باشه او این قدر با حجاب و متدین و با وقار باشه. عمر موسی علیه السلام چی رقم است؟ همونطور زنا میتونه که زندگی با پیغمبر انجام بده در راه دعوت قطع از او شانه به شانه چی شوه؟ استاد شوه. کلی عمر در بازار تیر کرده تو علی میگه در خانه بیشه اولاد نگاه که برو اولادی تو هم است من ولاگه خوب بشینم انوزه که یکمی چی معاش هم داشته باشه میگه رای سرت نمیزنه بر رای نمیزنه راست میگه 10 بجه بیچارگک از کار و روزگار میاد مانده و خسته سعی میکنه که زن در خانه نیست او زن کجاستی؟ اینه در بازار هستم میایم این بیچاره نه چای است نه نان است هیچ چیز نیست که برسم سیاست میکنه شه حال چای نان تیار نکدی زن سری شوهر خود سیاست میکنه نان تیار نکدی و توری برش میگه الله رحم بکنه ستجدونی ان شاء الله من الصالحین زود است که تو مرا بیابی از جمله صالحا. خسرا باید بگه به دامادا ان شاء الله آلی خود دختری مرا گرفتی باز ببینی که ان شاء الله آینده آنقدر برامت دعا بکنی آنقدر زندگی خوش ببینی. آلی خسرا چی رقم است؟ با مجرد که داد آلی داماده میگه در دم رویم نبیایی در دم رویم نبیایی هچی بگه پاس چی عنعناتی هسته یقین بالله بکنی با ضد اسلام در وطنی ما که پرسان نکن. باز چی میگه؟ بدترین شخص همی دامادم برام است. باز چی؟ در زنا در خانه میگه برایشان بگوی که من در خانه بودم داماد نبیا. گاهی اوقات خیلی گپ به خاطر میزنه که من نبودم تو بیا روڑی خور. قال ذلك بینی و بینک موسی علیه السلام برش میگه بالکل رد نمیشه دختری با حیا. موسی علیه السلام دیده دخترها را وقارش حیایش مکمل موسی علیه السلام هم رد نمیکنه از امو خاطر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اذا اتاکم ممن ترضون دینه و خلقه فزوجوه. هر که آمد براتان کسی که شما خوش داشته اخلاق و دینشه به نکاح بده. دیسه نکو تنکح المرأة چیسته لأربعین لمالها ولحسابها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک برد گفته. رد نکو. موسی علیه السلام هم رد نمیکنه. بالکل بری مردکه میگه چی میگه؟ قال ذلك بینی و بینک امی میعاد که 8 سال است در بین ما و توست. ستجدونی انشاء چی ایام الاجلین کدام یکی از دو تاریخا را قضیتو که ما پورا کردم تکمیل کردم فلا عدوان علیه هیچ نوع تجاوز و ظلم سر من نیست ده اختیاری خودم است یا 8 یا 10. والله علی ما نقول وکیل. الله با آن چیزی که ما گفتیم وکیل است او نگهبان است حافظ ای گفتار ماست. دو شخص یکی موسی علیه السلام یکی او شخص هر دو در آخر کلام خود چی میگه؟ مناسب بود بسیار کلام زیبا که او برای موسی علیه السلام دلداری بده تسلی بده که زندگی تو ایجای طور توهین آمیز نوکر واری نیسته بلکه تو یک امیر واری اینجا زندگی میکنی تسلی داد. آلی دیگه مطمئن شد موسی علیه السلام که یقینا زندگی خوب است. اما موسی علیه السلام چطور او را مطمئن بسازه؟ گفت والله علی ما نقول وکیل. از الله کده بگوی شاهد جور کردن حافظ جور کردن دیگه چیز است. از امو خاطر او هم مطمئن شد که بله بسیار خوب
وقتی که تو الله را میشناسی، الله در سر او توی کار میکنی، بس من مطمئن هستم. فلما قضا موسی الاجل، هرگاه که موسی علیه السلام تاریخ مقرر کرد. حالی اینجا سوال عزیز که چطور نوکری مهر مقرر شد برای دختر؟ این در شریعت ازواج جایز بود؟ در شریعت ازواج جایز بود. حالی در شریعت ما مهر باید حقی دختر باشه، پدر استفاده نکنه، فقط حق شخصی دختر است. حالی چطور مهر شوه که فایدهش پدر بگیره و دختر مطور شوه؟ دوم جواب مفسرین میدن نه، امی اجرتم، چون که نفقه کار روزگاری کل میخوانه در دوش دخترها بود، پس نوکری موسی علیه السلام منفعتش پس به کی میرسه؟ به دختر میرسه. از او خاطر مهرش صحیح است. و در شریعت اسلامی هر چیز مهر شده میتونه، هر چیز. زن آمد، زن بری پیامبر علیه السلام میگه من نفس خود به تو بخشیدم به نکاح. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دفعه بالا سعی کرد برش، بعد از سر پایین انداخت، تو بگوی که اعراض کرد، نمیپذیره. صحابی دیگه استاد بود، گفت یا رسول الله برای ما به نکاح بدی. زن آمده خدا به نکاح رسول الله میده. رسول الله نه اراده نداره. صحابی دیگه ناشناس استاد است به امرای پیغمبر، او میگه برای ما به نکاح بده. گفت برو یک چیز طلب کو که مهر شوه بری ازی. خانه میره پس میاد، گفت چیز نیافتم. گفت برو التمس ولو چیستا خاتم حدید، طلب کو اگر چی یک انگشتری آینی باشه. داخل رفت در خانه، پس آمد گفت یا رسول الله انگشتری آینی وجود نداره. الله اکبر. این زنا را میشناسی؟ این زنا، این دخترای ما واره نیست که همیالی دیستی بگویا که پیغمبر من ایره چی میکنم که یک دانه انگشتری آینیم نداره؟ در آسمان ستاره نداره، در زمین چی؟ جای پای نداره، ایره چی میکنم؟ زن میفهمه که این همراهی رسول الله است، همین محض صحبتی که با رسول الله داره بس همی برش کافی است، همی برش کافی است. و زنای تر زنا نواری نبود، زنای هوشیار بود و معنویات کار داشت، از او خاطر رد نمیکنه. پیامبر علیه السلام برش میگه چیزی از قرآن یاد داری؟ گفت بله. چقدر؟ گفت اینی قدر. گفت امیر تعلیم بدی به زن، این مهرش. این چی شد بگه؟ مهرش. از او خاطر شرطا مرتا نیست که از 10 درهم کم نباشه. پیغمبر علیه السلام گفته که رضامندی زن و شوهر است ولو که چیزی کم باشه. چیزی چی باشه؟ در حدیث همینطور آمده. امروز مهرها چطور شده؟ مهر خونیست تویانکی برش میگه. پدر چی میکنه؟ افتخار میکنه. مدد جیز میگیرن بازوی را کدام روز میاره؟ در خانه داماد روزی هفتی. رمه زنارم قطی خود آورده اینجا مردم هر چیز از صندوق کشیده، اینی چیز اینی چیز چی؟ پیسه از داماد گرفته و پیسه داماد خریده، خودنمایی خدا میکنی. کدام پدر از جیبی خود خریده که گفته باشه کی را برش آورده؟ باز خود تو آوردی به دامادیت، به مردم چی نشان میدی؟ کلی کارهای ما حالی چیسته؟ ریا، سمعت است. اگر خدمت و کاری نیکم میکنیم امورم میگیریم برباد میکنیم، ثوابش از بین میبریم به خاطر خودنمایی و ریا. او افغانا خو یک بستری خشک برش میکنه، پشتونای ما یک بستری خشک دیگه هیچ چیز نه. او خو امی کلی خرچ یک ساله خودم از داماد میگیره، یک ساله خرچم میگیره. الله رحم بکنه. آلی مهرا دا کجا رسیده؟ مهرا را خو بگذار توی دا هتل شوه. دخترها چی میگه؟ مرا خو طلب میکنی، خو شرط است که فلانی سازنده را بیاری. ایگه پا شرط است. الله رحم بکنه. نکنیم سری خود دنیا را تنگ نسازیم، سری خود سخت تکلف نبیاریم. آلی خواهرای 40 ساله داریم، خواهرای 40 ساله و بچهای 50 ساله داریم اما ازدواج نکرده. علت چیست؟ زور نمیرسه. فلما قضا موسی الاجل، هرگاه که تکمیل کرد موسی علیه السلام میعاد و سار اهل خدا گرفت و سار روان شد برد به اهل خدا. آن سدید من جانب توری، از طرف کوه تور نارن آتشه، یعنی روشنی را. قال لاهله، این واقعه و داستان قبلا تیر شده از خاطر نکاتش نمیگم. گفت برای اهل خود امکثوا، شما اینجا درنگ تیر کنه بشینه. اینی آنست نار مخ، روشنی را آتش دیدم. لعلی آتیکم، شاید که آوردن کنم من زمی آتش بخبرین به یک خبر، آگاهی حاصل کنم که را کدام طرف است، را گم نکنیم. او جزوت من النار، یا قوغی از آتش بیارم
لعلکم تصطلون، به خاطر که شما خود گرم کنه. زن در حالتی چی بود؟ مرض ولادت بود. نه، شبم تاریک رام گم شده، باد و باران هم شروع بود. انبیاء علیهم السلام اینطور سختی را تیر میکنه، زنایشان اولادایشان هم همینطور قطعشان سختی را تیر میکنه. نمیگونه امو زنی موسی علیه السلام محکم نکده. یک مسئله دیگه واضح شد، هر جایی که مرد زندگی میکنه زن تابع از اوست. زن نمیتونه که نه مرد کابل نگاه کرده ای مرد جلال آباد برده نمیتونی، این گپا را گفته نمیتونه. موسی علیه السلام در مدین نکاح کرده، میارش در مصر. آلی در راه موسی علیه السلام تانه نمیده که مرد چی سختی آوردی سی که حتی ولادتم در راه میشه. و زنای کیست؟ انبیاء علیهم السلام. و زنایی که مکمل به فرمان الله تسلیم است، اونو طور زنا. فلما تاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، هرگاه که آمد موسی علیه السلام در ای آتش یا در ای کو، نودی آواز داده شد من شاطئ الوادی، از کرانه از جانب الوادی الایمن، راست میدان. وادی الایمن یعنی راست میدان آواز داده شد. فی البقعة المبارکه، در جایی که خیلی پر برکت است. من الشجرة، برکتش از درخت است. درختای زیتون در اونجا خیلی زیاد که درختای پر برکت است پیدا میشه. ای یا موسی، آواز داده شد که موسی علیه السلام انی انا الله، الله میگه که من الله هستم، رب العالمین، پروردگار مخلوقات. به الله معجزه نمایان میشه، به پیغمبری مبعوث میشه. روشنی دید موسی علیه السلام، از ما بین روشنی آواز داده شد. کدام آواز؟ اینمی آواز، انی انا الله رب العالمین. ای آواز موسی علیه السلام شنید، مرکب از صوت و حرف بود، بالکل مرکب از صوت و حرف بود. بعضی مردم میگن ای آواز واره نبود، مسلم آواره. یکی دیگهش میگن نه، ای آوازی بود که در چی وجودی همی درخت خلق کرده بود الله متعال. الله خودش کلام نکرده بلکه کلام درخت کرده. نعوذ بالله. در تفسیرها می نوشته است کسی که تاویلات دید تو آیاتا میکنه او در منهج سلف نیست و عقیده اهل سنت والجماعت نداره. چیزی که در قرآن ثابت است به الله ثابت است بالکل. باز اگری طور بگیریم، باز اوجا و کلم الله موسی تکلیما میگه، الله سخن گفته، درخت خو نگفته. باز خو انکار از آیات الله میشه. کسایی که تقسیم کلام الله را میکنه که به لفظی یکی نفسی، نفسی میگه در ذات الله قائم است، لفظی که تو تلفظ میکنی. این تقسیمات غلط است، خلاف منهج سلف است بالکل. و ان القی عصاک، بنداز عصایت. فلما را، هرگاه که دید موسی علیه السلام تهتز که حرکت میکنه می عصایش، که انها جانن، تو بگویی که یک مار خیلی باریک است. والله یعنی در تیزی خود، والله مدبرن، والله برگشت مدبرن پشت کنان. ولم یعقب، پشت خود سعی نمیکرد از دستی که خوف زده شد. چرا موسی علیه السلام بشر است، حوارزی بشری سرش میآید. ایرا میگه ترسی طبیعی سر انبیاء علیهم السلام میآید. بله، در مورد تبلیغ، در مورد دعوت هیچگاه ترس از کسی انبیاء علیهم السلام نداره غیر از الله متعال. یا موسی اقبل، الله برش گفته موسی علیه السلام متوجه شو، روی ایتای طرف در بده، ولا تخف، نترس، انک من الامنین، یقینا تو به امن، از جمله آمن هستی، به امن هستی، هیچ نوع بد امرت نیست. اصلو که دکه ایخو معجزه که معجزه حیبت بود، عالی معجزه که اطمینان حاصل شوه. داخل کو دستی تا فی جیبک، در قولت یا در جیبت گریبانی، تخرج میکشی بیضاء سفید، من غیر سوین، بدون کدام عیب. و ضم الیک، باز جمع کو بسوی خود جناحک، بازوی تا یعنی دستی تا، من الرهب، از ترس. فذانک برهانان یردو، حجتاس یا معجزاس، من ربک، جانب پروردگار تو، الی فرعون، بسوی فرعون و ملئه، دربارهش. انهم کان قوما فاسقین، یقینا و قوم خیلی از حدود الله برآمد، از طاعت الله برآمدگی است، دوار روان استی، مکلف استی. الله به نبوت مزین کرد شد، این نعمت عظیم الله برش عطا کرد، عالی مکلفیت برش بازگو میکنه که برو فرعون دعوت بده. گپا و نکاتش قبلا تیر شده، از او خاطر از معجزه هم اینجا تشریح نمی کنیم.
قال ربی انی قتلت منهم نفسا، گفت موسی علیه السلام یقینا ما قتل کردیم از زمین مردم، یعنی از زمین موسی چی فرعون و قومش یک نفس، فاخافو می ترسم ان یقتلون که مرا قتل کنه، حتی مرا برای گپ زدن نمانه، مرا دستی در قید و جیل بندازه و مرا قتل کنه، چرا که طاغوتای بهانه ها را می طلبه. و اخی هارون هو افصح منی، برادرم هارون علیه السلام که خیلی فصیح است از مکده در تکلم در بیان، لسانا از روی سخن گفتن، فارسله معی رتعا، روان کام رای ما، رتعا مددگار پشتیوان، یصدقونی که تایید مرا بکنه در دعوت، اینی اخاف ان یکذبون، ما می ترسم که مردم مرا تکذیب بکنه، از او خاطر یک نفر تاییدگر باید داشته باشم. چقدر موسی علیه السلام هیچ نوع حسد نداره، به برادری خود پیغمبری را از الله میخواه، چقدر صمیمیت داشته. یکی دوم در دعوت بسیار چیزی که رول مهم داره، شیوه تقریر و تبلیغ که بدون لکنت زبان باشه، قید نباشه، مردم بسیار متوجه کلماتی شوه، این بسیار رول داره. هارون علیه السلام در این مورد در این میدان پیشتاز است، از او خاطر از الله متعال طلب میکنه که این هم پشتیوانی ما مقرر کن که ما دو نفر شویم جوره شویم، یکی دیگه گپی خود تایید کنیم. قال سنشد عضدک، الله متعال برش میگه زود است که قوی خواهیم کرد عضدک بازوی تو را، بیاخی که توسطی بیادریت، یعنی او را پیغمبر جور میکنم، و نجعل لکم سلطانا، بردویتان میگردانم غلبه و قدرت، فلا یصلون، نخوان رسید الیکم بسوی شما، یعنی این چیز را رسانده نمیتونه، ضرر گپاره. بی آیاتنا چند توجیه است. فلا یصلون، به سبب دو معجزه که شما داری مردم بری شما هیچ نوع ضرر رسانده نمیتونه، چرا معجزه رعب سر از وا میاندازه، نمیتونه که جرأت بکنه در مقابل شما، یک معنی است. بی آیاتنا تعلق فلا یصلون شد. دوم این قطعی اول است، اوجا که الله متعال برش میگه که برای چیز در اول که برش میگه فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه، این دو معجزه است، برو بسوی فرعون، بی آیاتنا بمروی معجزای ما بری. دیگه این تعلق به ما بعد داره چی؟ بی آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون، به سبب معجزای ما شما هر دو و کسی که تابعداری شما را میکنه الغالبون کامیاب است، یعنی این دو معجزه سبب کامیابی شماست. کلی معانی درست است، هیچ کدام گپی نیست. فلما جاءهم، هرگاه که آمد برایشان، برای فرعونیا و قومش موسی علیه السلام، بی آیاتنا بمرای معجزای ما، بینات واضح که دلیل نبوت موسی علیه السلام بود، قالو گفتن ما هذا الا سحر مفترا، نیست ای مگر سحر است مفترن جور شده ساخته شده، و ما سمعنا نشنیدیم به هذا را فی آبائنا الاولین، در پدرای سابقه ما این گپا را نشنیدیم. موسی علیه السلام معجزه را بیاره، فرعون از تلبیس کار میگیره، به خاطر که معجزه را مردم میبینه زود ایمان میاره، دستی میگه این سحر است، موسی علیه السلام ساحر معرفی میکنه. چرا سحر برش میگه در اول؟ به خاطر که معجزه موسی علیه السلام هم جلب کننده بود نظرات مردم طرف خود و تاثیر عمیق داشت، از همون خاطر ساحرها کمی مجردی انداختن معجزه را بالکل اعتراف کردن، درک کردن. یکی خود سحر گفت، بعد از او مفترن که ساخته شده از جانب کسی نامد از بالا. سوم نکته و ما سمعنا، نه تقلید دلیل برای خود پیش میکنه، دنبال روی تقلید هستن. چی میگه؟ ما سمعنا، ما نشنیدیم به هازای گپایی که تو میگی فی آبائنا، در پدرای خود الاولینه که پیش تیر شده. امی تو یک ملاستی ها؟ پدری ما اینمی گپا تیر شده، تو نوامده ای مرا میگی بدعت است، این شرک است. بدعت و شرک کی کشیده؟ این دیگه ملا نبود، یک تو ملاستی ها؟ باز که برش میگی که نه این در دلیل اینی طور نارواست، یک دفعه در غیرتش در جوش میاد. چی میگه؟ بس ما چیزی که پدرها کرده دیگر را نمیکنیم، هیچ نمیکنیم، خلاص. ای مردم های رای پدرایتان هلا نکنه. ملا صاحبم در سری منبر میبره، چطور تقریر میکنه؟ و مردم
کلا سفیدکا پیدا شده از پاکستان میاد. آیت تو حدیث میگه شما مقابلا قطش نمیتونه. این قدر آیت تو حدیث یاد داره که هیچ مقابله نمیتونه دیگه. شما از روی چی؟ سوتا پیش به و بدبخت ملا فرعون که فرعون از روی سوتا پیش نامده به موسی علیه السلام موقع داده که معجزه تا آشکارا کو. ساحرای خود جمع کرده به خاطر که مقابله با کی کنه؟ موسی علیه السلام کنه. موقع داده او تو می مردم تعلیم میدی که قطشان چی برش میگه؟ غیر از قرآن حدیث دیگه چیزام نمیگه این هم نمیگه. دلیلشون چیست؟ چیزی که پدرای ما کرده. چیزی که پدرها چی کرده؟ از کرده پدرها خبر داری؟ شما که داد از پدرای اولین میزنی. پدرای اولین ما خو انگلیس ها را قطی تو تلخان تباه کرد. تاریخ گذاشت، نقش گذاشت که افغان ها کیسته. ولی تو آلی چی میکنی؟ چوتشویی امو انگلیس ها را کرده رایستی. چرا رای پدری تباه کم نمیگیری؟ نه خب فقط در مسئله دین که برسه باز میگی رای پدرها. مطلبشون چی میباشه؟ ما گمراهی را خوش داریم، ما گمراهی را خوش داریم، دوزخ خوش داریم، بدبختی را خوش داریم. تو بر ما نیکبختی آورده ای، توحید آورده ای، عقیده یکتاپرستی آورده ای، را ما خوش نداریم. و قال موسی ربی علمو. موسی علیه السلام چی جواب میده؟ بسیار بدل سردی و سلمندی هیجانی نمیشه. موسی علیه السلام میگه ربی علمو بمن جاء بالهدى. پروردگاری و خوب میدانه به او کسی که آوردن به هدایت کرده. الله که کسی را هدایت آورده او را خوب میدانه. این طور هم نمیگه که ما هدایت آوردیم. اشاره میکنه که تو باش لااقل اگر شما هوش و فکر داشته باشه حتما در بین دعوت ما و در بین راه و روش و رسم پدرایتان یک کمی تعامل میکنه، نتیجه گیری میکنه که رسم و رواج پدرها چطور بود، ما را در کجا کشانده، چی بدبختی ها نیسته که در ما موجود نیسته. لیکن دعوتی که مردکه بر ما میده یقینا که انسان بالکل همینطور بیدار میسازه.